یگان برادر زنگ میزنن یا زنگ میزنی یا زنگ میزنن، مقصد میگن که برادر همین خیلی مشکلی دارم، همین خیلی دستگیریم که بعد مردم ما یه عادت داریم که میگیم که کارش غلطی زنگ میزنن. او برادر ترا دوست گفت، ترا برادر گفت، کارش در برادرش غلطی ده، در دشمنش زنگ بزنه، در بیگناه زنگ بزنه. ترا برادر حساب کرده که درد دیش در تو گفته، اولا بر خداوند میگه شکر میکنه و دیم در تو گفته که ترا آدم قریب حساب میکنه، تو سبب همدردش تا صبره. و صبرم وقتی از خدا میطلبید صبر جمیل بطلبید. فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل چیه؟ توبه نصوح داریم و صبر جمیل داریم. صبر جمیل که خداوند تأکید میکنه فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل به صبری میگن صبر زیبا که فقط با الله درد دل بکنید، نه اینکه شکایت الله پیش خلق خود